برای ناموس دیگران سگ شدی، برای ناموس خودت گرگ مشو. داستانی را برای شما قصه میکنم که خیلی غم انگیز است. یعنی جوان خواهر خودش را بعد از زنا او را به هلاکت رسانده بود. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. از شما خواهش میکنم که پیش از خلاصه برآوردن معنای این قصه ما را خوب گوش کنید. دختر و پسر با طریق تلفنی با یکدیگر شناس می شوند. از بین چند مدت می گذرد آنها صحبت می کردند و علاقه عادت هم کرده بودند. روزی از روزها پسر می خواهد که با دختر واخوری کند و دختر هم راضی می شود. دختر بعد از نماز شام می خواهد که با او واخورد و خانگی‌هاش را فریب می دهد و نزد جوان می آید. جوان نیز در خانه تنها بود. آنها چی کارهایی میکنند و بعداً دختر میخواهد به حمام درآید تا غسل کند. وقتی دختر به حمام می درآید، جوان دوستانش را زنگ میزند و آنها را دعوت میکند. دوستانش می آیند، آنها چند نفره می باشند و بعداً با نوبت به حمام می درآیند. در آخر یک جوان می درآید و از بین ساعتها می گذرد، آنها از حمام نمی برآیند. وقتی در را گشوده می بینند که دختر و پسر رگ‌هایشان را بریده در زمین در حالت بی‌جانی خواب بودند. یعنی که آنها الکی دنیا را ترک کرده بودند. آنهایی که در آنجا بودند این حالت را دیده در جای خود شک می‌شوند. وقتی به آینه نگاه می‌کنند که چنین نوشته بود: نامردها خواهرم بود.